ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3 گفتار 71. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در بی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. خری کراکش و بیماری. من در اولین سالی به مدرسه بدلبیک آمدنم در آخرهای تابستان چند روزه به غژدوان رفته آمده بودم. این واقعه را برای آن در جای خودش یاد نکرده بودم که به این جای یادداشت‌هایم دخل داشت. نقشه سفری خود را به طرز زیرین قرار داده بودم. از بخارا روزی بازاری وابکند خر کرا کرده به وابکند می روم و از آنجا با عربه بارکشانی غژدوان به غژدوان رفته و از آنجا به دهه خود ساکتری می گذرم. من موافق این پلانی خود یک روز یکشنبه پگاهانی به دروازه امام شهر بخارا که کراکشانی بین بخارا و وابکند در آنجا می ایستادند برآمدم. در آنجا از بین خرهای کراکشی که مستانه هنگاس کنان حلاس زده ایستاده بودند، یک خری سفیدی کلانی تقم قالینی را که به قول خرکاران بخارا بوزی بینیچاک بود معقول کردم. این خر دقیقه آرام نمی ایستاد، نفس نگذرانیده هنگاس می زد، ارعر می کرد، به هر طرف لگد هوا می داد و به قول ناظم هیروی به شوخی های الوان دست می زد، به این دندان به آن ارست می زد. گهی با شیر می سنجید خود را، گهی چون اژدها می دید خود را. من این خر را بهترین خرها و دوندترین آنها گمان کرده به یک تنگه و 8 پول تا وابکند کرا کردم و حالان که کرای خرهای دیگر از شهر تا وابکند 1 تنگه بود. من 8 پول را برای آن بر زیاد خرج کردم که به وابکند زودتر رسیدنم و از آنجا یگان عربکش غژدوانی را یافته غژدوان رفتنم در کار بود. عادت خرکاران بخارا این بود که در 2 منزلی که بین آنها کراکشی کنند همه اشان 2 تقسیم شده هر قسم در یکی از آن منزلها می ایستادند. هر رونده‌ای که به یکی از آن منزلها آمده خری کرایی طلب کند، خرکارانی در آنجا بودگی خواه خری خودشان راست آید، خواه خری رفیقانی در منزلی دیگر بوده اشان سازش کرده داده پولی کرا را نقد می گرفتند و رونده آن خر را به اختیار خود تا منزلی کرا کرده سوار شده می رفت و در آنجا خرکاران دیگر آن خر را از رونده قبول کرده می گرفتند. من آن خری جومست را سوار شده به راه در آمدم. کراکش به جای خلچوب به دست من یک خیمچه داده از جای ایستادگیش های حرام گوشت هوشیار باش گویان خلچوبش را به زمین سخت زد. خری که با سوار شدن من حلاس زنان خیز می زد
با شنیدن آواز کراکش و صدای چوب مانندی پرنده تیزپر به پرواز درآمد. وی با همان پرواز از بازاری اسب گل جوی گذشته، هیچ پیش پایی نخورده و سست نشده تا دوراهی ستاره مخاصه و گل آسیا رسید و در آنجا گویا که از زمین از بین توپرخاک چیزی را می جسته باشد، یک باره از دویش استاده تمشقش را به خاک راه خلانده، خاک را به هر طرف پاش داده بویدن گرفت. من دقیقه صبر کردم تا که خر لذتی عادتیش را از خاک راه برد. در آن وقت به راه انداختن وی آسان می شود، اما وی از خاک پاشی و بویدن آن هیچ سیر نشد. من دیدم که وی فکری به راه در آمدن ندارد. با خیمچه به گردنش زدن گرفتم، اما خر به آن ضربه های من هیچ پروا نکرده کار خود را دوام دادن گرفت. گویا که به خواهش من با انادکاری خرانه جواب می داده باشد. با پاهای پس و پیشش خاک راه را به هر طرف به پاش دادن درآمد. دیدم که وی با ملایمت راه نمی رود. با خیمچه خود به میانه دو گوشش کشیده و کشاده زدم. خر با خوردن این ضربه بی آنکه تمشقش را از زمین بردارد، در جای ایستادگیش پریک بر این یک چرخ زده خود را به زمین با یک پهلویش چنان با تیزی پرتافت که من از بالای وی مانندی سیبی که در روزی شمال سخت از درخت کنده شود به کنار راه پریده افتادم. خر بعد از 2-3 بار در خاک تپور غیل زده، همه جا را خاک طوفان کردن، پاهایش را دراز کرده به حضور خوابید. من بعد از قدری نفسم را راست گرفتن از جا خیستم، لباسهای خاکالود شده ام را افشانده، خیمچه را به دست گرفته به سر خر آمدم. اما هرچند خیخ خیخ می گفتم و با خیمچه می زدم، خر پروا نمی کرد و در سری هر چند گاه از این پهلو به آن پهلو خیلیده با پاها و تمشقش خاکبازی می کرد. آخر از دم خر داشته با تمام قوتم بالا برداشتم. وی تنبلانه نالیشی کرده به زور از جا خیست و بدنش را یک افشانده به قدری که می توانست خاکهای گوش و یالش را از خود دور کرد. من خاکهایی به تخم نشسته را با خیمچه زده کمتر کردم و تخم یک طرف شده را راست کرده ایل را از سری نو کشیده سوار شدم و سری خر را به راه گل آسیا راست کردم که به وابکند از همان راه رفته می شد. خر راه رفتن نمی خواست. با زدن پی در پی و خیخی بسیار به زور از جا می جنبید و قدمش را گویا شمرده می پرتافته باشد چیده چیده پای می ماند. با همه این سستگردی در هر سری چند قدم پیش پا می خورد. مقصدش از این پیش پا خوری های قصدی معلوم بود و مرا از پشت خود دور کردن می خواست. اما من که خرسواری بد نبودم و در خرسواری دست خود را شکسته خیلی تجربه حاصل کرده بودم، گویا که مرا به بالای توقم ییلیم کرده مانده باشند، در آن پیش پاخوری های فریبگرانه خر از جا نمی جنبیدم. لیکن خر برای دور کردن من از پشت به آن پیش پاخوری ها قناعت نمی کرد و در هر جا که تپرخاک خشک را دید یک بار خود را به یک پهلو پرتافته به خاک می خیلید و من هم مثل اوله از بالای وی پریده می رفتم و در خیزاندن وی باز همان تشویش اولی را می کشیدم. با همین حال در مدتی 4 ساعت به یلنگی نام موضع رسیدم و حالان که بین شهر بخارا و یلنگی به خرهای میانه گشت 2 ساعت راه بود.
در آن گونه راهروی در آن مسافه 16 کیلومتری البته خر مانده نشده بود. با وجود آن گویا که وی راهی دوری را در تاس طی کرده باشد، در آن منزل برای دم گرفتن در پیش یک سماورخانه آمده ایستاد و دیگر از جایش نجنبید. من که در هوای گرم در راه 4 ساعت را با تشویش خرکوبی و دمبرداری گذرانیده بودم، در خود ماندگی از حد زیاد حس می کردم. بنابراین در آنجا خر را به حال خودش گذاشته به سماورخانه در آمده یک چاینک چای گرفته به نوشیدن سر کردم و در وقت چای نوشی واقعی خرسواری آن روز را با چند بیت تصویر نمودم. از همان بیت ها یک چند مصرع تا امروز در یادم مانده است که به طرز نمونه شعرهای آن وقت هم در اینجا قید می کنم. نجنبیده از جای دم می گرفت، چونین دم به هر یک قدم می گرفت. تپر خاک هر جا بود بیشتر، به خوابیدن آغاز می کرد خر. به خیزاندنش می گرفتم زیدون، همی گفتمش حیکم حیکم. بعد از دمگیری یلنگی باز 2 ساعت دیگر خبرداری کرده به سری بازاری سری پولی مهتر قاسم رسیدم که آن پول به بالای زرفشان کشیده شده بود. اما خر از آن منزل گذشتن نخواست. هرچند من وی را با خیمچه می زدم، وی آن ضربه ها را مانند خارمالی بدنش حساب کرده سری خود را خیلی خم نموده آسوده می ایستاد. مگر این خری کراکشان است؟ گویان آدمی میان سالی که در سماورخانه آنجا چای نوشیده نشسته بود از من پرسید. من با سرجنبانی به پرسش او جوابی تصدیق دادم، چون که از دلتنگی به گرد زدن حوصله ام نمانده بود. خری کراکش با آن خیمچه راه نمی رود، گفت آن آدم و علاوه نمود. صبر کنید، من وی را ملا کرده می دهم. گویان از جایش خیسته از سری بازار برآمده رفت و بعد از 2 دقیقه یک نوده تری درخت توت را بریده آورد که درازیش 1 متر و قفسیش برابری دسته دستیشه می آمد. او یک ارغمچین آورده خر را به ستون دکانی سماورخانه استوار بست و به کف دستش توف گفته آن چوب را به دست گرفته خر را نوبت به نوبت به سغری و گردنش با آن چوب زدن گرفت. خر چنان که در کراکشخانه پیش دروازه امام بود حلاس و عراس می زد. اما آن آدم اکنون نیمچه ملا شدی، تو را تا ملای کلان شدنت زدن در کار است. گویان از زدن باز نمی ایستاد. آخر به ملای کلان شدن خر مگر قناعت حاصل نمود که زدن را بس کرد و با یک کاردش نوگ آن چوب را مانند نوگ گلمیخ آهنی تیز کرده به من داده، اکنون سوار شده به راه درآید. گفتان کس دیگر به زدن احتیاج نمی افتد. سایه همین چوب برای از یاد نبرآوردن سبقی حاضر گرفتهش بسنده است. اگر رگی خریگریش جنبیده در راه رفتن باز شانه شانه کند، بانوگی تیزی همین چوب سری شانه اش را یک خاریده مانید، با همین خوابش پریده هوشیار می شود. من به راه در آمدم. خر چنان که در پیش دروازه امام در اولی سوار شدنم کرده بود به پرواز در آمد. اما این دفعه پرواز خود را تا وابکند که 5 کیلومتر راه است هیچ سست نکرد
حتی به خاریدن سری شانه‌اش هم احتیاج نیفتاد. وقتی که به کیراکشان وابکند نزدیک رسیدم، خر رفتار خود را باز هم تیزتر کرد. در کیراکشخانه یکی از خرکاران در میان جای راه ایستاده مرا پیشواز گرفت. من در پیش او از خر فرا آمده نقطه بندش را به دست آن خرکار دادم. او سر تا پای پر عرق خر را از نظر گذرانیده، کاری خر را کرده اید کو ملا؟ گفت. من خر را تا سری پول برداشته آمدم و مرا نهایت از آنجا تا اینجا برداشته آورد. حالا در وی حق من بسیار است، گفتم من در جواب. کوزه هر بار از آب درست نمی براید، گفت خرکار دیگر به او. زودتر خنک کن که به کرای گشت بازار تیار شود. من پگاهانی از شهر برآمده تا ساعت 9 به وابکند رسیدن را تخمین کرده بودم، اما ساعت 2 به بازار وابکند در آمدم که عرابکشان خجدوان همگی رفتند. احوالم را هم بد حس می کردم، اما در وابکند جایی و شناسی نداشتم که در آنجا مانم. بی‌قوتی، بیماری و با از سری نو در بدنم پیدا شد. من آن حال را از گشنگی دانسته نان و انگور گرفته خوردم، اما به بدنم قوت باز نگشت. با وجود این غیر از پیاده به راه خجدوان در آمدن چاره دیگری نداشتم و کفش را به دست گرفته به طرف خجدوان رهسپار گشتم. به قطار گجوم نام موضعی رسیده بودم که سر تا پایم گویا که در زمستان با آبی یخبورچه شسته شده باشد به لرزشی سخت در آمده و دندانهایم به هم خورده شخراس زنان صدا می برآوردند. مرا ورجه سخت گرفته بود. در جای به خوابیدن امکان نداشتم، چون که اگر خوابیده می ماندم آن روز به خجدوان رسیده نمی توانستم. ناچار راه خود را دوام دادم. وقتی که به دهه ریگزار رسیدم دیگر قوه‌ای پای ماندن در من نماند. اکنون بدنم مانند آن که در تنوری پر آتشم انداخته باشند می سوخت. زبانم کرخش بسته از دهانم برآمد. ناچار در آن دهه در پای دیواری یک رباط بلندی که سایه باریکی در آنجا بود خود را پرتافتم. از چشمانم گویا علنگه می برآمد. در همین وقت از دروازه رباط یک جوانی برآمد که نو مویلب سبز کرده بود. قد این جوان پستر، بدنش پرگوشت و رویش گندمگونی به سبزی مایل می نمود. آن جوان یک دقیقه به بالای سری من نگاه کرده ایستاد و بعد بازگشته به دروازه رباط در آمده رفت. بعد از یکان دقیقه باز دو جوان دیگر از دروازه رباط برآمده راست به بالای سری من آمدند. یکی از این جوانها که قدش برابری من می نمود، رویش گندمگون، چشمانش مانند چشم عربها کلان و سیاه، ابروانش سیرموی بوده، در تنش لباسهای آزاده داشت. دیگری از این جوانها نسبت به رفیقش قد پستر، رنگ رویش سیاه چتاب، بدنش لاغر، چشمانش اندوهگین بوده، در تنش لباسهای فقیرانه داشت. لیکن هیچ کدام اینها به آدمان صحرا مانند نبودند و از لهجه و قیافتشان شهری بودنشان معلوم شده می ایستاد. آن جوان لاغر گپ سر کرده به من گفت: جوره، تو از کجا می باشی؟ من با سر خود طرف خجدوان را اشاره کردم. از کجا می آیی؟ باز پرسید آن جوان. من با سر خود طرف شهر را نشان دادم. چرا گپ نمی زنی؟ من در جواب زبانی کرخش بسته خود را از لبانی خشکیده ورم کردم برآورده نشان دادم. آن جوان
در تاز به رباط در آمده رفت و بازگشته در حالتی که در دستش کاسه آب بود آمده کاسه را به پیش من داشت. من سرم را از زمین برداشته به دهانم 2-3 بار آب گرفته غرغره کرده پرتافتم و بعد از آن بقیه آب را نوشیده کاسه را به دست او داده باز سر خود را به زمین پرتافتم. هرچند هنوز هم تمامی بدنم می سوخت، لیکن با تأثیر آبی سرد که شاید از چاه کشیده آورده باشد خیلی قوت به بدنم بازگشت. این جوان مرا تکلیف کرد که به رباط در آمده در سرحوض در سایه درختان بخوابم. قبول نکردم و به راهی دور رفته ایستادنم را سبب نشان دادم. او تکلیف خود را به آهنگ جدی تکرار کرد. اگر با این حال به راه درایی خود را تلف می کنی گفت. من باز همان سبب اولی را نشان داده تکلیف او را رد کردم. این جوانی لاغر با آن جوانی چشم کلانی خوش لباس فرمود که به بالای سری من ایستد تا که من خیسته نروم و خود کاسه به دست باز به رباط در آمده. بعد از دقیقه باز از رباط برآمده آمد، اما پیش او یک پیرمرد که خمی قامتش از 70 گذشته بودن سینش را نشان میداد می آمد. قدی این کهنسال مانند قدی جوانی نو مویلت سبز کرده پست و ریشش کمی کوسنما، رویش سیاه جورده داغی کنجیدک ناک بوده، با وجود خمی قامتش از سفیدی بسیار بودن سیاهی ریشش سیاه پیر بودن او را نشان میداد. هرچند هوا خیلی گرم باشد هم این پیرمرد جامه سیرپخته ستین پوشیده، میانش را از روی با فوطه سفید چندین بار پیچانده بسته بود و بر سرش هم سله سفید پیچانده، فشش را مانند ملایان به پیچی سله اش خلانده مانده بود. این پیرمرد به بالای سری من آمده نوازشکارانه مرا تکلیف کرد که به رباط در آمده در سرحوض بخوابم. اگر بهتر شوم براهم می روم و اگر بیماری دوام کند در آنجا تا صحت یافتن می خوابم. مرا مانند پدرت و این رباط را به جای خانه خودت دان، گفت آن پیری خمید قامت. راستی سخن آن است که دل من به آن جوانان ناشناس پر نشدن به رباط در آمدن را قبول نکرده بودم. چون دیدم که یک پیرمردی پرشفقت اداره کننده آن رباط بوده است، تکلیف او را قبول کرده از جا خیستم، اما قوتی پایمانی نداشتم. در حال جوانی لاغر بدن به پهلوی من در آمده در راه رفتن به من یاری داد. من به رباط در آمدم. داشی شینی پزی. رباط کلان و سرحوضدار بود. 4 بیه درختی گجومی چینی که از 4 گوشه حوض قد کشیده با یکدیگر شاخ پیچ شده بودند روی آب و صفحه های سرحوض را با سایه های غفص خود پوشانده بودند. پیرمرد بر یک طرف سایه سرحوض کرپچه و بالیش مانده برای من جای تیار کرد و جوانی لاغر مرا برده بر روی آن کرپچه خوابانید. پیرمرد یک کرپه بالا پوشی سیرپخته را آورده به بالای من پوشانید.
من از گرمی هوا و تفسی بدن شکایت کرده نپوشاندنی بالایم را از او التماس کردم. به گرمی کورپه 1 ساعت صبر کردن در کار است پسرم، گفت پیرمرد با آهنگی نوازشکارانه پدرانه. من شرم داشتم که دیگر شکایت کنم، اما از حد زیاد بی آرام بودم. به تفسی بدن و درد استخوان‌هایم طاقت نآورده ثانیه به ثانیه از پهلو به پهلو می گردیدم. پیرمرد مقصود جان گویان صدا کرد. لبی گویان جوانی نو موی لب سبز کردگی که اولین بار در کوچه به سری من رفته بود آمد. تو پسرم به 1 دیگ 1-2 قاشق روغن انداخته داغ کن و در وی 2 سر پیاز را پاره کرده بریان کن. بعد از سرخ شدن پیاز 2-3 کاسه آب انداخته در وی 4 دانه قرنفل همراه کرده جوشان که 1 پیازآبی تند شود. و بیمار در همین وقت از این بهتر دوا هم نیست و از این خوبتر خوراک هم نیست. در این هوای گرم برای خودمان هم طعام خوبی می شود. موی سفید به جوانی چشم کلانی که آنجا در پهلوی جوانی لاغر نشسته بود: تو پسرم طاهر جان چای جوش را در آتشی داش آویخته جوشانده چای تیار کن، گفت و خود نمیدانم به کجا بود غایب شده رفت. جوانی چشم کلانی که از طرف پیرمرد طاهر جان نامیده شده بود برای چای جوشانی رفت و در پیش من تنها جوانی لاغری سیاه جرده ماند. هر وقت که با جنبیش و پایک زنی های من 1 طرفی کورپه از بالایم دور می شد، آن جوان آهسته یک می پوشاند و باز به جای خود آرام می نشست. در اندک فرصت طاهر جان چای دم کرده آورده با پیاله به پیش جوانی لاغر ماند و خودش از صفه فرامده رفت. جوانی لاغر چای را گردانده اولین پیاله را پرچای کرده و پیش من ماند. من که باز بسیار تشنه مانده بودم سر برداشته به جوشان بودن چای نگاه نکرده کم کم نوشیدن گرفتم و پیاله را خالی کرده به طرف جوان تیله داده مانده خود باز خوابیدم. جوان پیاله دویم را پرچای کرده و پیش من گذاشت. این دفعه تا قدر سرد شدن چای صبر کردم و به همین طریقه 3 پیاله چای پر را نوشیدم. چای گرم در اولی نوشیدنم مانند آبی سرد 1 بار تشنگی مرا نشکسته باشد هم بعد از چند دقیقه آسودگی که این به من داد از آسودگی با آبی سرد نوشی پیدا شده زیادتر و بردوامتر بود. شما گفتار 71 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.